ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم دوم، گفتار 26. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. در مدرسه میر عرب. در سال 1890 من همراه اکه خود برای خواندن به بخارا آمدم. در آنجا دامولای کنجکی اکم ملا عبدالسلام از مدرسه میر عرب یک حجره یافته داد که ما هر دو در آنجا استقامت کردیم. حجره ما در آشیانه 4 گلدسته گوشه شمالی غربی مدرسه میر عرب بود. در آمد این حجره از یک گردشگاهی بالا پوشیده تاریک هم باشد، از طرف کوچه یک دریچه داشت که ضیا و هوا از آنجا می در آمد. این حجره خیلی تنگ باشد هم در شرایط آن وقته بخارا هر دوی ما در آنجا خرسندانه خواب و خیز می کردیم. برادرم با پول خر و درآمدی از امامتی گرفته خودش کمتر برنج، ماش و روغن برای آذوقه، شمع روغنین جایداری، در آن وقتها لمپه هنوز در بخارا عمومی نشده بود، انگشت قزاقی و هیزم برای سوختن خریده تیار کرد. از بس که اکم پیش قدم تر بود و برای او لباسی تازه تر، کتاب های گوناگون و خرج افتتاحانه بیشتر در کار می شد، همه پولش را در آذوقه صرف کرده نمی توانست و برای خرج های مذکور یک مبلغ نگاه داشتن و صرف کردنش لازم بود. اما آذوقه تیار کردهش تا بهار به 2 کس نمی رسید. بنابراین خورد و خوراکی مرا از جای تأمین کردن لازم بود و اینجا هم یافت شد. ملا عبدالسلام که او هم برای در بخارا خواندن من دلالت کرده بود، مصلحت داد که مرا در هم آشنایی خود آشپز کند. در مدرسه های بخارا عادت این بود که طلبه های داراتر 2 کس یا 30 کس و یا 4 کس شده با هم آش می شدند که در زبان مدرسه این گونه گروه را هم طبخ هم آش می نامیدند. هم آشان ملا عبدالسلام، ملا قاسم نام وردانزیگی و قاریبیگی نام غژدوانی بودند. این 3 نفر فرزندان آدمان دولتمند بوده، در درس هم با هم شریک بودند، اما در علم هر 3 آنها را برابر گفتن ممکن نبود. قاریبیگی فضیلتی که داشت قرآن را توتیوار از یاد کرده بود و ضمن یارمندی های پدرش از ختم های رمضانی هم خیلی درآمد می کرد. اما سواد تاجیکی نیم کارده داشته باشد هم خط نوشته نمی توانست و سواد عربی هیچ نداشت. ملا قاسم پسری یکی از سوداگران قلعچه وردانزی در قزلی و آقمچیت سودا کننده بوده
در تاجیکی کورسواد و در عربی بی سواد، اما خطی تاجیکی را به زور می نوشت و خطی او را غیر از خودش کسی دیگر خوانده نمی توانست. ظاهراً همین قدر خط را برای دفترنویسی پدرش مجبور شده آموخته است. ملا عبدالسلام پسری یک دهقانی دهه‌ای محله شافرکان بوده، سوادی تاجیکی و عربی داشته، خط را خوب می نوشت و درس‌های مدرسگی را هم موافق زمانی خود از خود کرده بود. بنابراین با وجودی هنوز مدرسه را تمام نکرده بودنش درسگویی هم می کرد. اکم بعد از آن که 2-3 بار به من پلو پزانده دستی مرا به آشپزی رام کرد، مرا به خدمت این 3 نفر سپرد. آش هر روز در حجره یکی از این 3 نفر با نوبت پخته می شد. اینها عادتاً هر روز در ساعت 1 آش می خوردند که در آن وقت 1 ساعت از درسخوانی فارغ بودند. من هر روز ساعت 11 به حجره یکی از این 3 نفر که نوبت از آن وی باشد می رفتم. صاحب حجره گوشت و سبزی را به من فرموده، عادتاً برنج و روغن در حجره تیار بود، خود به درسش می رفت. من برای 4 کس که 4م آنها خودم بودم، نیمچه 250 گرم گوشت و سبزی و پیاز و داروبار آورده 4 پیاله برنج را پلو پخته در ساعت 1 تیار می کردم. وقتی که هم آشان غون شدند، من آش را می کشیدم و همه ما در یک جا نشسته در یک طبق می خوردیم. بعد از خورده شدن آش، من دیگ و طبق را شسته می غنداشتم. برای روزی دیگر هیزم کفانده تیار کرده می ماندم و حجره را روفته داده به حجره اکم می رفتم که باششگاه من آنجا بود. در روزهایی که فردای آن درسخانگی هم آشان نباشد، 3 شنبه، 4 شنبه و 5 شنبه، عادتاً آش را شبانه می پختم، چون که خوجینان در آن شبها شب نشینی می کردند و آششان را در ساعت 9-10 می خوردند. من هم مجبور بودم که از اولی شب در خدمت اینها باشم، چای دم کرده دهم و هر وقت که دل آنها خواهد آش را تیار کنم. لیکن شب نشینی آنها خیلی دلگرانه بود. آنها بیشترین درباره وقفها، منصبهای علمی، به منصبهای علمی حق یا ناحق گذاشتن آن منصبداران گپ می زدند که برای من هیچ فایده نداشت و من صحبتهای استا عمک و توت پاشا را از صحبت اینها 1000 بار بهتر می دانستم. من در 3 روزی تعطیل، 4 شنبه، 5 شنبه و جمعه، با نوبت جامشویی این هر 3 نفر را کرده می دادم و به این مناسبت به معلمه مکتب دختران که به من جامشویی را یاد داده این کار در مدرسه به تو در کار می شود گفته بود، به مکتب کهنه نگاه کرده شود، رحمت می فرستادم. من روزی 3 درس می خواندم. 2 این درس ها از نحو زبان عرب قافیه بود. نظر به عادت مدرسه های بخارا قافیه را از سرش نمی خواندند، بلکه از پایان ترش، از جایی آسان ترش سر می کردند و اولش را که نظر به قاعده آن وقت جایی دشوار ترش بود از همه آخرتر می خواندند. لیکن این ترتیب بسیار بی ترتیب و بی منطق بود، زیرا در اولی کتاب تعریف کلمه و تعریف قسمهای وی بیان می یافت و بر بالای قسم اولی کلمه اسم به تفصیل تر استاده می شد. در 4 باب دیگر 4 قسم اسم و در 2 باب آخری 2 قسم آخری کلمه که فعل و حرف است ذکر می شد.
در ترتیب بخارا طلبه مجبور بود که کلمه و تقسیمات وی را ندیده و ندانسته به آموختن قسمهای وی مشغول شود. هرچی باشد من هم به همان ترتیب تابع شدم و از پایانتری قافیه یک باب به پیش ملا عبدالسلام که من آشپز او بودم و یک باب دیگرش را به پیش ملا بازار نام همدیهه ملا عبدالسلام که در مدرسه بدلبیک استقامت داشت سر کردم. ملا بازار نو ختم کردگی بوده، هنوز به جای مدرس نشودگی بود و در حجره استقامتی خود درس می گفت. ملا عبدالسلام چنان که در بالا قید شد هنوز طلبه بوده، هوسکارانه درسگویی می کرد و بعد از فراغتش از درسهای خودش به طلبه هایش در حجره خود درس می داد. بیشترین شاگردان این دو دامولای کنجکی همدیهه های خودهاشان بوده. در پیش ملا عبدالسلام غیر از من و اکم باز 2 نفر غژدوانی می خواندند. من هم 4 نفر شریک درس داشتم که از دیهه دامولاها بودند. من در پیش ملا عویزی خوجندی درسی مختصری وقایه را هم سر کردم که به من به پیش این کس خواندن را متولی مدرسه توصیه کرده بود. در حقیقت هم ملا عویز خیلی پردان بوده، درس را هم به من از 2 دامولای دیگرم بهتر و آسانتر می فهماند. ملا عویز هم نو ختم بوده، هنوز به مرتبه مدرسی نرسیده بود. او یک ملای قشاق بوده، در مدرسه میری عرب به یک حجره تاریکی یک درکی متولی مدرسه یافته داده بوده است زندگانی می کرد و در همان حجرچه درس می داد. حجرچه او چنان تنگ بود که فقط 2 نفر طلبه در آنجا نشسته درس خوانده می توانست. بنابراین او مجبور بود که یک درس را به گروه های 2 نفری چند بار تکرار نماید. در پیش او اول با من 1 نفر غژدوانی می خواند. بعدها دامالله خواهرزاده خودش را که بنابر قشاقیش به صحاف شاگردی می کرد به من شریک و غژدوانی را به گروه دیگر همراه نمود. اما خواهرزاده اش بسیار پست ذهن و کورسواد بود و دامالله به من فرمود که هر روز نیم ساعت نشسته درس همان روز خوانده شده را با وی مکالمه گفتگوزار کنم، یعنی به او یاد دهم. این کار به من دشواری کرد، چون که او چیزی را نمی فهمید و فهمیدن هم نمی خواست و دل من تنگی می کرد. شریک پیشترم غژدوانی هم از وی خوش‌ذهن‌تر و خوش‌سوادتر نبود. هرچی باشد من مجبور نبودم که به او درس یاد دهم. دامالله ها توصیه می نمودند در مدرسه های بخارا برای درس ها را از خود کردن تکلیف هیچ نبود که درس های خواندگی امان را با ترجمه تاجیکیش از یاد کنیم و چنان تکرار نماییم که هیچ از یادمان نبراید. این چنین دامالله ها می گفتند که در سری صندلی نشسته درس تکرار کردن بیفایده است. تکرار همان وقت فایده می دهد که طلبه در سرما و در جاهای بالایش کشاده نشسته ریاضت به کار برد، چون که این راهی به درس در آوردن علم است و در راه علم هر قدر که ریاضت و عذاب کشی همان قدر فایده می بری. بنابراین توصیه ها وظیفه من در آن وقتها توتیوار درس تکرار کردن بود. اما هرچند دامالله ها برای تکرار جاهای بالایش کشاده را افضل دانند هم در شبهای سرما هر طلبه کوشش می کرد که در میان سرای مدرسه که بالا پوشیده بود جای گیرد، لیکن آن جای به هر کس میسر نمی شد و طلبه های کلان سالتر و زورتر آنگونه جاها را صاحبی می کردند و نصیبه من بر این طلبه های خردسال و نوخان روی صحنی بالا کشاده بود.
من در قطاری طلبه های خردسال هر شب بعد از شام در روی صحن نشسته با آوازی بلند درس تکرار می کردم. ما طلبگان در شبهای برف هم تکراری روی صحنی خود را ترک نمی کردیم و برفی روی سنگ را با آستین یا بری جامه روفته بر روی سنگی یخمانند 4 زانو یا 2 زانو نشسته تکرار کردن می گرفتیم. این کار به من که لباسی درست نداشتم بسیار زور بود. آن وقتها در بین طلبه ها کمزول و شلوار پوشیدن عادت نبود. با همه این طلبه هایی که اقتداری مادی داشتند جامه های سیرپخته را قبط به قبط پوشیده محسی را با پایتابه پشمین بپا کرده برای تکرار می برآمدند. من باشم محسی نداشتم. یک کفش سریپایی محلی دوخ داشتم که از وی آب می گذشت و نم را به خود می کشید. خواه در تکرار باشد خواه در کوچه از روی کرته یک جامه پخته‌دار پوشیده با یک قبط لازمی می برآمدم. با وجود این مرا در آن وقتها سرما نزد و حتی زکام هم نشدم، اما بی محسیگی مرا بسیار عذاب می داد و پایهایم تارس تارس کفیده زمینی سختی دندانه کشی کرده شده بر این می شد. در روزهای برف و باران وقتی که به کوچه یا بروی مدرسه برایم درونی کفشم پر از برف و آب می شد و از کفیدگی های پایم گویا که با کارد چاک کرده باشند خون شاریده می رفت. یگانه داروی من در کفیدگی های پا روغن شمع جایداری بود. شمع را درگیرانده بر روی کفیدگی ها خم کرده نگاه می داشتم. روغنی داغی شمع از کناری آتشی پیلتش بر روی جراحت چکره چکره می چکید و فوراً آزار را تسکین می داد. این گونه زندگانی البته دشوار و حتی طاقت ناپذیر بود، لیکن من آن همه دشواری ها را به امیدی ملای خوب شدن به آسانی به گردن می گرفتم. در مدرسه میر عرب که در آنجا از 300 نفر زیادتر طلبه و ملاهای ختم کرده بودند، من به کسی دوچار نشدم که از شعر و ادبیات گپ زند. انا این کار به من از پای برهنگی هم زیادتر علم می کرد. از شریک درسانی اکم ملا حامد نام غجلوانی و زین الدین خواجه نام میرکلاری بودند که آنها غزل سرایی می کردند، اما آنها غزلها را بی آنکه به معنیهایشان دقت کنند یاد کرده گرفته بودند و در هواهای گوناگون می خواندند. بنابراین آنها را شعردوست گفتن ممکن نبود. در حجره های خوجین های من باشد، غیر از کتاب های درسی بعضی کتاب های مناقب شیخ ها دیگر چیزی دیده نمی شد، اما در آنها از ادبیات یک غزل هم نبود. در آن مدرسه ملا عبدالحکیم نام یک ملای کولابی بود که دستکی کتاب فروشی می کرد. او روزهای تعطیل که عادتاً بازار کتاب بخارا گرم می شد، یک بغل کتاب‌های درسی را برداشته به بازار برده راست می گشت. به طالب شدگان از آن کتاب‌هایش می فروخت و کتاب‌های بیرون آید می خرید. این گونه کتاب جلابانی بی دکان در بازار کتاب بخارا بسیار بودند. روزی بیگاهانی ملا عبدالحکیم از بازار آمد که در بغل یک بخچه کتاب داشت و در میان سرای مدرسه بسته خود را گشاده کتاب‌های امروز از بازار به دست درآورده‌اش را به ملاها و ملا بچگان نشان داد.
او آن کتاب‌ها را یگان یگان به دست گرفته با تعبیرات سوداگرانه تعریف می کرد و خط هر کدام آنها را به مؤلف آن کتاب یا به یگان کاتب گذشته مشهور نسبت می داد و با دست کدام ملای مشهور رسیده از مطالعه او گذشتنش را و در حاشیه هایش از طرف او قیدهای مهم کرده شدنش را به خوبی خط و راست نویسی کاتب علاوه می نمود و در فراورد تعریف هر کتاب خریده گرفتن آن را به بینندگان تکلیف می کرد. من هم به امید به یگان بیاض یا دیوان شعر واخوردن آن کتاب ها را از نظر می گذرانیدم. اما همه آنها کتاب های درسی بدخط بودند و در حاشیه هاشان مانند قطارگردک مرچگان تحریرات چتی خوانده ناشدنی هم داشتند. در آن میان ناگاه از درون یک کتابچه شعر برآمد. از نوشته های پشت این کتابچه در هندوستان چاپ شدنش و محمود و ایاز نام داشتنش معلوم می شد. من از آن ملا این کتابچه را چند پول خریدید؟ گفته پرسیدم. این کتابچه یک چیزی بیکار است. من این را در قطار یک کتاب درکاری ناچار شده خریدم، چون که صاحبش هر دویش را یک جایه می فروشم گفت. گویان به من کتابچه ای را که این کتابچه به وی سرباری نگروز که شده آمده از درونی وی برآمده بود نشان داده دوام نمود. انا با همین کتاب به 10 تنگه خریدم. تو 12 تنگه داده همین کتاب را بخر. من این کتابچه را به تو بی پول به طرز پرتو می دهم. آن کتاب حاشیه ملا عبدالغفور لاری بود که بر بالای شرح ملای جامی بسته شده است. من آن کتاب را برای پاس خاطره فروشگار یک ورق زده برآمده به او گفتم. این کتاب خوب است اما حالا به من در کار نیست. مادام که یک چیزی بیکار بوده است همین کتابچه چاپه را به من فروشید. این کتاب گویان حاشیه ملا عبدالغفور را به من نشان داده دوام کرد. یک چیزی کمیاب است، کسمخر و کسمیاب است. وقتی که در کار شود از جای نمی یابی. به تو حالا در کار نباشد هم وقتی که شرح ملا خان شوی در کار می شود. به مصلحت من درآ، همین کتاب را بخر و این کتابچه را مفت گیر. اما این کتابچه شعر را نشان داده یک چیزی سفسطه است، به خریدن نمی ارزد. من برای خریدن این کتاب کلان پول ندارم. اگر ارزان کرده دهید همین کتابچه را می خرم گفت. فروشگار از فروخته توانستن آن کتاب امیدش را کنده خوب میلد 1 تنگه ده گیر گفت. حاضر پول می آرم. گویان من به حجره دویدم. از خرسندی و شتاب از 2 قطار زینه پیچا پیچ چی نو دویده برآمده به حجره رسیدنم را ندانسته ماندم. در آنجا از 5 تنگه از صحرا آوردگیم هنوز 30 تنگهش بود و از وی 1 تنگه 15 تینش را گرفته از زینه ها باز تازان فرآمده به پیش کتاب فروش رسیده پول را به او داده کتابچه را ماری خود کردم. آن روز در مدرسه میری عرب برای من نوروز بود. آن روز یک روزی نوی بود که از غیر چشم داشتی من به من بختی نو آورده بود. کتابچه را به دست گرفته دوان دوباره به حجره برآمده شتابکارانه وی را ورق زده سر تا پایش را از نظر گذرانیدم. در آن وقت آن کتابچه به نظر من چنان مهم نمود که به دنیاها می ارزید.
اگر فروشگار برای من آنقدر مهم بودن آن کتابچه را می فهمید، به همه دارایی نقدینه من که 3 تنگه 45 تین بود نیز آن کتابچه را به من نمی داد. این کتابچه‌ای بود که یکی از شاعران بیکار مانده خوش‌حوصله هندوستان با اصول بیت برک برای هر حرف الفبای عرب یک غزل گفته وی را ترتیب داده است. اولی مصرع‌های اولی هر غزل با کدام حرف که سر شود، آخری مصرع‌های دومی وی هم با همان حرف تمام می شد. مثلا غزلی در حرف سه نقطه‌داری عربی ساخته شاعر با این بیت سر می شد: ثابت نشد به وعده خود یار الغیاث، زین غصه گشت جان و دلم زار الغیاث. اهمیت این کتابچه برای من در این جا بود که اگر من غزلهای وی را از یاد کرده گیرم، کسی مرا در بیت برک بند کرده نمی توانست. کم کم من با اهالی مدرسه میر عرب شناس شدم. یک قسم کلانسالان آنها آدمانی بودند که کیها ختم کرده، مدرسه را تمام کرده، نظر به قول خودهاشان از بی‌طاریی به یگان منصب درست علمی نرسیدند. بعضی آنها زوار زیارت کننده بودند که هر روز با نوبت به یک سری مزار رفته زیارت کرده می آمدند و با این خدمت خود از حکومت هر ماه 30 تنگه 4.5 سوم می گرفتند. زواره های امیر بخارا 30 نفر بودند که بعضی آنها در مدرسه میر عرب استقامت داشتند. بعضی آنها صلوات خان بودند که هر روز وقتی پیشین به ارک پادشاهی برآمده در مهمانخانه رحیم خانی، مهمانخانه‌ای که تأسیس کننده حکومت سلاله منقیتیان رحیم خان بنا کرده است، 1 ساعت نشسته بر روح پیغمبر خدا صلوات خوانده، اینها هم از پادشاهی هر ماه 30 تنگه می گرفتند. از غیر این هر روز به آنها 1 دانه نان و 1 کف مویز سیاه هم داده می شد. صلوات خانهای امیر بسیار بودند که بعضی گروه ها هر روز، بعضی گروه دیگر هفته 1 روز 5 شنبه، بعضی اشان هفته 1 روز دوشنبه به ارک امیر می برآمدند. در اینجا سخن بر بالای صلوات خانهای هر روزه می رود که بعضی آنها در مدرسه میر عرب بودند. شما گفتار 26 را از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجامقولов، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.